محمد حسین شکروف بازنشسته است. در دهه حاصلات ناحیه خراسان خرگوش می پرورد. خرگوشی که حالا نوازش دارد باردار است و به زودی شمارهشان زیاد خواهد شد. آدمی که کمتر ایدومش گردد گشتن همه که نقص کنی شماره زیاد چیز رفته میگیره. گوشت میخری مثلا پوست در کار میشه یک پوست چی میکنی ما برد همون پوست و گوشت پول میشه که پرورش کنه همین زود بگیرد گوشت بگیرد مقصد زندگی تا پیش رو. خرگوش ها را سازمان یوسعید بر اساس طرح آذوقه‌واری به خاطر آینده داده است. هدف زیاد کردن شماره خرگوش ها، افزودن درآمد عائله ها و تأمین غذای سالم گفته می شود. خرگوش ها را بیشتر به خانواده های احتیاجمند می دهند. این ساکن ناحیه کوشانیان 5 خرگوش گرفته بود، حالا شمارهشان به 12 رسیده است. تا 10 بچه را میکنه. همین یک که اگر بچه کنه ما مثال اگر در یک ماه 4 تا بخوریم، در ماه اگر 4 تا بخوریم ممکن 2 تا میخوریم، ممکن 3 تا میخوریم. لیکن میتونه که با 4-5 دیگه فروشه. گوشت خرگوش پرهیزی است و برای دوا به بیماری های گوناگون توصیه داده می شود. مقامات ولایت ختلان نیز برنامه رشد خرگوش پروری را برای سالهای 2019 و 2023 قبول کردند. ولی با وجود تلاش‌ها هنوز در بازار و طرفخانه های ختلان یافتن گوشت خرگوش آسان نیست.